توجه به کتاب متی یکی از اولین نگاشته‌ها در مورد عیسی مسیح ناصری، زندگی، مرگ و رستاخیز اونه. خود این کتاب ناشناخته است، ولی اولین سرنخ‌های باستانی این کتاب رو به متی که یک خراجگیر بوده منتسب می‌کنند. کسی که یکی از 12 رسول منتخب عیسی مسیح بوده. خود متی هم در کتاب حضور داره. به مدت 30 تا 40 سال رسولان به صورت شفاهی در مورد چیزهایی که از زندگی عیسی مسیح دیده بودند بشارت می‌دادند، به علاوه یا آموزش هر چیزی که از عیسی آموخته بودند. متی همه اینها رو در این کتاب فوق‌العاده گردآوری کرده و این کتاب رو به نحوی نوشته که مطالب خاصی رو در مورد عیسی مسیح روشنگری کنه. در این فیلم فقط می‌خوایم به بخشی از این کتاب نگاهی بندازیم. به طور خاص متی میخواد به ما نشون بده که عیسی مسیح چگونه ادامه دهنده داستان کامل خداوند و قوم اسرائیله. عیسی مسیح از نوادگان داووده که یک قانونگذار و آموزگار جدید درست مثل موسی است. و نه تنها این، بلکه عیسی در زبان عبری همون امانوئله که به این معنیه خداوند با ماست. متی این کتاب رو با یک معرفی شروع میکنه و بعد از این 5 عمل میانی که هر کدوم در خودشون یک بخش مهم و بزرگ از تعلیمات مسیح رو در بر دارن، در آخر کتاب نتیجه گیری میکنه. این طراحی در این کتاب به دقت و به صورت عمدی انجام شده که خیلی هم فوق‌العاده است. حالا ببینید این کتاب چطور نوشته شده. در باب 1 تا 3 داستان عیسی مسیح به دقت به ادامه داستان‌های عهد عتیق پیوند داده شده. بنابراین متی کتاب رو با شجره‌نامه عیسی شروع میکنه. این به ما نشون میده که چطور عیسی مسیح از نوادگان نجات بخش نسل داوود و در نتیجه از نسل ابراهیمه. این به این معنیه که مسیح قراره برکات خداوند رو برای همه ملت‌ها به ارمغان بیاره. بعد از اون داستان معروف تولد مسیح رو میخونیم. میفهمیم که اون چطور تمام اتفاقات و قولهایی که در عهد عتیق وعده داده شده بود رو عملی میکنه و ملت‌ها خواهند اومد و اون رو جلال خواهند داد. مسیح در بیت الله متولد شد، ولی چیزهای خیلی بیشتر از اینها مثل به وجود اومدن مسیح از روح القدس و اسم عیسی به نام امانوئل و همه این موارد در کنار هم به ما نشون میده که عیسی فقط یک انسان نیست، او خداوند با ما هست. خداوند انسان شد. پس همونطوری که میبینین 2 تا از جریانات اصلی که متی در همین معرفی اولیه کتاب به ما نشون میده اینه که مسیح از نوادگان داوود متولد شد و مسیح امانوئل هست. ولی متی همچنین میخواد به ما نشون بده که چطور مسیح یک موسی جدیده. پس مانند موسی، مسیح هم از مصر بیرون اومد و از آبها گذشت و تعمید گرفت و برای مدت 40 روز وارد بیابانها شد و بعد مسیح برای اینکه تعلیمات جدیدش رو بیاره از کوه بالا رفت. پس از طریق تمام این گفته ها متی داره اثبات میکنه که مسیح همون ناجی وعده داده شده است و به مراتب بزرگتر از موسی است. کسی که قرار قوم اسرائیل رو از بردگی نجات بده، بهشون تعلیمات الهی تازه‌ای بده و اونها رو از گناهانشون نجات بده و همچنین یک عهد و رابطه جدید بین خداوند و قومش ایجاد کنه. این موازی بودن موسی و عیسی همینطور به ما توضیح میده که چرا متی بخش میانی کتاب رو به اون شکل نوشته و طراحی کرده. این 5 بخش اصلی مسیح رو به عنوان یک معلم و تعلیمات اون رو هم در راستای سایر تعلیمات معرفی میکنه. تعلیمات مسیح به عنوان یک معلم درست مثل 5 کتاب موسی معرفی میشن. مسیح در واقع معلم تازه‌ای برای عهد جدیده، کسی که قرار داستان تورات رو کامل کنه. در اولین بخش از باب 4 تا 7 مسیح وارد صحنه میشه و آمدن پادشاهی خداوند رو وعده میده و این واقعا یک موضوع کلیدیه. پادشاهی خداوند در ذات همون نجاتیه که خداوند برای جهان برنامه ریزی کرده و این اتفاق در مدت پادشاهی عیسی مسیح اتفاق میفته. مسیح اومده که با شریران روبرو بشه و به خصوص با ارواح شریر که ثمره اونها قدرت دیوها و بیماریها و مرگ هستند. مسیح اومده که قدرت پادشاهی خداوند رو به تمام جهان برگردونه و این کار رو با ساختن یک خانواده از مردم که از مسیح پیروی میکنن و به تعلیماتش گوش میدن و در پادشاهی اون زندگی میکنن انجام میده.
پس بعد از اینکه مسیح شروع میکنه به شفا دادن مردم و گروه و حواریون خودش رو به دست میاره، شاگردان خودش رو به سمت یک کوه و یا تپه هدایت میکنه و اونجا اولین بخش بزرگ از تعلیماتش رو بهشون میرسونه که به طور سنتی بهش خطبه روی کوه هم میگن. و اینجا مسیح به مردم میگه که پیروی کردن از او و زندگی در پادشاهی خداوند به چه صورته. و این یه پادشاهی برعکسه که افراد با رتبه بندی خاص حضور ندارند. بنابراین فقیران، بیکسان، مسکینان، دینداران و همه به این پادشاهی دعوت میشن و به همه گفته میشه که توبه کنن، از پی مسیح بیان و به خانواده اون ملحق بشن. مسیح میگه نیومده تا قوانینی که در کتاب تورات و عهد قدیم اومده رو نفی کنه و کنار بزنه، بلکه اومده تا اون قوانین رو در زندگیش و از طریق آموزش کامل کنه. اومده تا قلب مردمش رو تبدیل کنه تا بتونن واقعاً خداوند و همسایه خودشونو محبت کنن، حتی دشمنانشونو. بعد از تکمیل آموزش در مورد پادشاهی خداوند، بخش بعدی مسیح رو نشون میده که این پادشاهی رو به حقیقت و زندگی روزمره مردم میاره. پس متی در اینجا 9 داستان در مورد مسیح رو مرتب کرد که نشون میده مسیح قدرت پادشاهی خداوند رو به میان مردم دلشکسته و دردمند میاره. این داستان‌ها در 3 دسته 3 تایی قرار میگیرن و تمام این داستان‌ها در مورد افرادی هستند که مریضن، نقص عضو دارن یا در معرض خطر هستند و مسیح اونا رو شفا میده. در میان این 3 بخش 2 تا داستان هم وجود داره که در مورد این موضوعه که مردم باید از مسیح پیروی کنند. متی اینجا سعی میکنه که نکته هایی رو نشون بده. یک شخص فقط میتونه با پیروی کردن از مسیح و تبدیل شدن به شاگرد مسیح قدرت فیض عیسی مسیح رو تجربه کنه. حالا بعد از این که متی قدرت پادشاهی خداوند رو از طریق مسیح بهمون نشون میده، مسیح از طریق فرستادن 12 رسول پیغام خودش رو فراگیرتر میکنه. کسانی که قراره درست کارهایی رو انجام بدن که مسیح انجام میده. این ما رو به دومین بخش آموزه های بزرگ مسیح در باب 10 میرسونه و اینجا مسیح به شاگردانش آموزش میده که چطور پادشاهی خداوند رو عمل کنن و در مقابلش انتظار چی رو داشته باشن. خیلی از افراد اسرائیلی مسیح و وعده اون رو میپذیرن، ولی این در حالیه که رهبران قوم اسرائیل حاضر به پذیرش نیستن، چون اگر توبه کنن و شاگرد مسیح بشن خیلی چیزا رو از دست میدن. بنابراین مسیح میدونه که اونا ردش خواهند کرد و در حق شاگردانش هم جفا میکنن، چیزی که دقیقاً اتفاق میفته. در بخش بعدی باب 11 تا 13 متی چندین گروه مختلف از داستانهایی رو در مورد عکس‌العمل مردم نسبت به پیغام عیسی مسیح گردآوری کرده. پس بعضی از داستانها مثبتن و مردم عیسی رو دوست دارن و فکر میکنن که یگانه منجیه. بعضیای دیگه هم هستن که خنثی هستن، مثل یحیای تعمید دهنده یا حتی اعضای خانواده خود مسیح، و این موضوع به روشنی مشخص میکنه که مسیح اون چیزی نیست که انتظارشو داشتن. و بعد هم رهبران اسرائیل رو داریم که کاملا منفی هستن. فریسیان و کاتبان کتاب رو داریم که همشون با هم مسیح رو رد میکنن. فکر میکنن که یه معلم دروغینه و داره مردم رو گمراه میکنه. فکر میکنن با گفتن این جمله هایی که در مورد خودش عنوان میکنه داره کفر میگه. ولی مسیح از هیچ کدوم از این عکس‌العمل‌های متفاوت نه شگفت زده میشه و نه ناامید. در واقع در بخش سوم بزرگ تعلیماتش در باب 13 روی این موضوع تمرکز میکنه. در اینجا متی چندین مثال از عیسی رو از پادشاهی خداوند گردآوری کرده، مثل داستان برزگر که دانه رو در 3 جور زمین مختلف میپاشه، یا در مورد دانه خردل و یا مروارید و گنج مخفی. این مثالها درست مانند تفسیری از چیزهایی که در باب 11 و 12 خواندین هستند. بعضی از مردم مسیح رو با اشتیاق میپذیرن، بعضیا اونو رد میکنن، ولی پادشاهی خداوند بی نهایت ارزشمنده و با این موانع نمیشه جلوی گسترشش رو گرفت. خب این قسمت اول انجیل روایت شده توسط متی هست. البته چند تا چیز دیگه هم هست. همینطور که این باب‌ها رو مطالعه میکنید میتونین بهش دقت کنید.
اگه یادتون باشه متی داره مسیح رو به عنوان ادامه و تعبیر داستان موجود در کتب عهد عتیق معرفی میکنه. پس دقت کنید که چطور متی از ساختار نوشته ها در کتب عهد عتیق نقل قول میکنه و چیزی که متوجهش میشین مطالبی از این گفته هاست که در نقاط حساسی از داستان بیان میشن و بیشتر و بیشتر در مورد عیسی و هویتش به ما توضیح میدن. پس اینجا میتونید صبر کنید و برگردید به عقب و این مطلب رو در قالب نوشتاری عهد عتیق هم مطالعه کنید. در بیشتر مواقع اینطوری میتونید رابطه خیلی جالبی بین این موضوعات پیدا کنید و در نهایت به گروه افرادی که مسیح رو میپذیرن و ازش پیروی میکنن دقت کنید. اینطوری متوجه میشین که بیشتر اوقات افرادی که بی اهمیت هستن یا بی دین هستن مسیح رو میپذیرن و ازش پیروی میکنن. اینها افرادی هستن که از طریق ایمان و اعتقادشون به مسیح تبدیل به پیروان میشن و راه مسیح رو دنبال میکنن. و این دینداران مغروران هستند که از آموزه های مسیح ناراحت میشن. خب حالا چطوری قراره این تنش بین مسیح و رهبران قوم اسرائیل حل بشه؟ این چیزیه که در بخش دوم انجیل متی بررسی خواهیم کرد.